سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از خانه گل گلوریا. من هستی خلیلی هستم و امروز میخوام در مورد انواع تراریوم ها با شما صحبت کنم. اگر از مطالب چنل خوشتون اومد حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو روشن بکنید تا از آپلود ویدیوهای بعدی مطلع بشید. خب تراریوم چیست و چه انواعی داره و چطور ساخته میشه؟ تراریوم در لغت به معنی باغ مینیاتوری هستش. یک فضای دربسته‌ای که میتونه از جنس شیشه یا پلاستیک باشه و دربسته یا درباز باشه. ما دو نوع تراریوم در حالت کلی داریم، تراریوم های درباز و تراریوم های دربسته که تفاوت اصلی اونها توی زیر ساختشون، نوع کاشتشون، گیاها، میزان آبیاری و نورشون هستش. من امروز میخوام در مورد تراریوم دربسته صحبت بکنم، ویژگی‌هاش، نور، آبیاری و آفاتشون با شما صحبت بکنم. اولین نکته در مورد تراریوم های دربسته انتخاب محفظه یا ظرفی هستش که میخوایم کاشت رو توش انجام بدیم که بهتره ظرف پلاستیکی یا شیشه‌ای باشه و حتما دردار باشه که ترجیحاً شیشه‌ای به خاطر اینکه شفافیت بیشتری داره، منظره واضح‌تری رو به ما نشون میده. دومین نکته‌ای که در مورد تراریوم ها باید بدونید انتخاب گیاهان مناسب برای تراریوم هستش. تراریوم های دربسته با توجه به محفظه و فضایی که دارن و با توجه به بسته بودن درشون حدود 80 تا 90% میزان رطوبت دارن. بنابراین ما گیاهانی رو باید برای این فضا انتخاب بکنیم که رطوبت دوست باشن و تقریبا گرمسیری باشن. اگر گیاه ما به رطوبت حساسیت داشته باشه قاعدتاً اون فضا فضای مناسبی برای اون گیاه نخواهد بود. نکته دوم این هستش که میزان نوری که نیاز دارن نور خیلی زیاد و مستقیم آفتاب نباشه، چون معمولا تراریوم های دربسته رو توی فضاهای منزل یا محل کار به عنوان دکوراسیون استفاده میکنن که ممکنه اون فضا نور کافی رو نداشته باشه. بنابراین ما گیاهایی رو انتخاب میکنیم که سازگار باشن با نور کم. نکته بعدی برای گیاهان میزان آبیاریشون هستش، چون توی مجموعه ای از تراریوم دربسته ما معمولا چند تا از گیاهای مختلف رو کنار هم دیگه کاشت انجام میدیم. بنابراین این گیاها باید از میزان آبیاریشون یکسان باشن. نکته بعدی برای انتخاب گیاهای تراریومی این هستش که ما باید حتما گیاهان مینیاتوری انتخاب بکنیم و گیاهایی که رشد کمتری دارن، چون هدف ما توی ساخت تراریوم دربسته یک باغ مینیاتوری هستش. بنابراین اگه گیاهایی انتخاب بکنیم که سرعت رشد بالایی دارن یا گیاهای خیلی بزرگ رو انتخاب بکنیم، اون فضای مینیاتوری و اون طراحی که می‌خوایم رو به ما نمیده. رشد بیش از حد مشکلاتی رو هم ایجاد میکنه، به خاطر اینکه نیاز به هرس مداوم داره و معمولاً به خاطر بسته بودن درب تراریوم دسترسی خیلی راحت نیست و ما حتما باید ابزار مناسبش رو داشته باشیم. یعنی نسبت به سایز اون شیشه‌ای که داریم و تنگی که داریم باید قیچی بلند، پنس بلند و ابزار کاشت مناسب رو داشته باشیم. از گیاهای مناسبی که برای تراریوم میشه استفاده کرد که هم مینیاتوری باشن، هم گرمسیری باشن و هم رطوبت دوست باشن، میتونیم به انواع فیتونیا، انواع سرخس ها، گیاه کریپتانتوس، آرالیا و شامادورا اشاره بکنیم. معمولا این گیاه ها توی سایز مینیاتوری مناسب هستن برای کاشت در تراریوم های دربسته. چند تا ویژگی مهم تراریوم های دربسته رو میخوام بهتون بگم. اول اینکه تراریوم های دربسته رو اگر که اون زیرساخت مناسبش رو که جلوتر بهتون توضیح میدم رعایت بکنیم، نوع گیاهای خوب و مناسبش رو استفاده بکنیم، یک فضای مینیاتوری داریم که کمترین نگهداری و کمترین زحمت برای نگهداری رو داره و نیاز آبی و نیاز نوریش بسیار کمتر از سایر گیاهان هستش. بنابراین نگهداری راحت تری داره و مدت زمان بیشتری ما میتونیم از این فضا لذت ببریم. حالا میخوام در مورد سیستم زهکشی و خاک تراریوم ها براتون توضیح بدم.
تراریوم های دربسته چون معمولاً ظروف شیشه‌ای یا پلاستیکی هستن، مثل سایر گلدون ها نیستن که کفشون سوراخ داشته باشه و آب به راحتی تخلیه بشه. بنابراین ما حتما باید نکات زه کشی رو رعایت بکنیم. برای این منظور ما 4 تا نکته رو باید رعایت بکنیم و 4 لایه و طبقه برای این قضیه وجود داره. مرحله اول یا لایه اول که برای زهکشی استفاده میشه، استفاده از سنگ‌های درشت، شنریزه یا لیکا و پوکه معدنی هستش که بیشترین تخلخل رو برای آب دارن. لایه دوم زغال اکتیو یا زغال فعاله که نوعی زغال چوب هستش که توی دمای خیلی بالا تصفیه میشه، به شکل دانه‌های تقریبا ریز هستش که کاملا بدون بو و بدون طعم هستش. حالا چرا از زغال اکتیو استفاده میکنیم توی تراریوم؟ همطور که میدونید تراریوم های دربسته یک فضایی هستن که یک اکوسیستمی دارن و یک چرخه زندگی و چرخه فتوسنتزی توش در جریان هستش. حالا این گیاهای طبیعی توی این چرخه‌ای که دارن ممکنه برگی ازشون بریزه یا ممکنه که گیاهی بمیره و یک سری گازها تولید بشه. حالا برای جلوگیری از بوی نامطبوع داخل تراریوم و جلوگیری از یک سری از آفت‌ها و کپک‌ها از زغال اکتیو استفاده می‌کنیم که کمک بسیار مهمی به حفظ رطوبت در تراریوم ها میکنه. لایه سوم استفاده از خزه هستش که این کاملا اختیاریه و معمولا از اسفگنوم استفاده میشه که این کار باعث میشه که رطوبت داخل تراریوممون حفظ بشه. لایه چهارم یا لایه آخر خاک تراریوممونه که باید یک خاک سبک باشه و معمولاً از ترکیب کوکوپیت، پلیت و پیتماس استفاده میکنیم. چرا؟ چون ما میخوایم یک فضای مینیاتوری رو برای مدت زمان طولانی داشته باشیم. ضمناً بهترین زمان برای کوددهی به تراریوم ها تقریباً 1 سال بعد از کاشتشون هستش. این هم باز برای اینه که ما میخوایم اون فضای مینیاتوریمون حفظ بشه. در مورد آبیاری تراریوم های دربسته باید بگم که نیاز آبی خیلی کمی دارن. تراریوم دربسته با توجه به نوع دربی که داره میزان آبیاریش مشخص میشه و به اضافه نوع گیاهایی که انتخاب کردیم. مثلا اگر که درب محفظه ما شیشه‌ای یا پلاستیکی باشه، به خاطر اینکه تردد هوای بیشتری هستش آبیاری بیشتری نیاز داره. مثلا تقریبا میتونم بگم که 2 هفته 1 بار نیاز به آبیاری داره. اما تنگ‌های شیشه‌ای که درب‌های چوب پنبه‌ای دارن و تردد هوای کمتری دارن، آبیاری نسبتاً کمتری هم نیاز دارن و تقریباً میشه گفت سالی 1 الی 2 بار بیشتر نیاز به آبیاری ندارن. نکته‌ای که در مورد آبیاری باید رعایت بشه این هستش که اگر ظرفتون خیلی کوچیکه میتونید از یک سرنگ برای آبیاری استفاده بکنید. توی ظرف‌های بزرگتر از اسپری استفاده بکنید که آب در واقع به صورت مهپاش به همه فضای تراریومتون برسه. یکی از شرایط ضروری برای هر گیاه زنده نور هستش. میدونید که گیاهان زنده از طریق نور فتوسنتز میکنن، ولی تراریوم ها به نور خیلی کمتری به خاطر نوع گیاهایی که استفاده میشه نیاز دارن. برای تامین نور گیاه برای تراریوم ها ما کافیه که نور غیر مستقیم داشته باشیم، یعنی میتونه این نور با فاصله از پشت پنجره باشه یا تراریومی که پشت پرده قرار گرفته. اگر که میخواین توی دکوراسیون منزل یا محل کارتون از تراریوم استفاده بکنید و اصلا نور ندارید، میتونید از لامپ‌های رشد گیاه استفاده بکنید. امیدوارم که از مطالب این ویدیو خوشتون اومده باشه و با من همراه باشین تا در ویدیوهای بعدی هم در مورد تراریوم دربسته صحبت بکنیم و کاشت هر دوتاش رو با هم انجام بدیم.